کسانی که از اهل جهنم هستند زناکاران هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در خواب که پیامبر میبیند دو تا فرشته این را میبرند. این خواب خیلی طولانی است. رسول صلی الله علیه و سلم میگه در این خواب مرا بردن به آسمان ها. در جای رسول صلی الله علیه و سلم میگه من رفتم با جبریل به جای رسیدیم که از دور یک تنور معلوم میشد. یک تنور معلوم میشد. سر و صدا داخل این تنور بود. بسیار آوازهای وحشتناک داخل این تنور. دیدم که مردان هستن. فاذا فیه رجال و نساء عرات. من نزدیک این تنور شدم، دیدم که داخل این تنور مردا و زنان لچ و برهنه هستند. آتش از زیر پایشان شعله میزند. اینها فریاد میزنند و چیغ میکشند تا به بالا این آتش میآید.